مدیا تقدیم میکند. با کانال شرف مدیا ابونه شوید و از نوارهای نو با خبر شوید. آروم شو. به این کار دخالت نکن دکتر. آروم شو. احمقی نکن. آروم شو. ایستا. کارت را پرتا. پرتا گفتم. پرتا. کارت را پرتا گفتم. ای دختر. کارت را پرتا. پرتا. تو چی نگاه داری؟ شرف مدیا تقدیم میکند. تو هم سلاحات را پرتا. زود باش. کنی پرتا. نزدیک نشو. به من نزدیک نشو. اگر من ببینم تو را با خودم میبرم. فهمیدی؟ سلاحات را نپرتا. حالا که کسی آسیب ندیده است روید از اینجا. روید از اینجا. زودتر روید. زودتر گفتم. رو کن. دم شو. زودتر داف شو. زینب خوب هستی؟ خوبم طاهر. دخترم تو زخم برداشتی؟ زودتر با نقطه طبی. شما روید. من اینجا کار دارم. آقای حمید چی واقعه شد؟ تو فقط از کنج و کنار تماشا کرده میستی. برای چی؟ با کمک نآمدی؟ کمک کردنی بودم اما گریخته رفتم. من با تو بد گپ میزنم. گپ میزده است. از این دکتر و معلمه هیچ خلاصی نیست. از پس کار شوید. گفتادون رو اجرا کردم. من رو نکشید. من فرزند شرف دارم. مدیا تقدیم میکند. دهانش را بندید. نکنید. چیزهایش را کفتیم. انا اینها را پیدا کردیم. شاید دیدن میخوایی. خدایا نکنید. استر خس این آدم را از کجا میشناسی؟ گپ زن. این آدم در روی خطی خائنان تشکیلات است. گپ زن را از کجا میشناسی؟ من این آدم را نمیشناسم. اگر نشناسی چرا عکسش را با خود میگردانی؟ تا گپ نزند به این زن آب خوراک ندهید. فهما؟ مادر جان لوری شما کجایید مادر جان؟ خونم رو ویران کردن. حمید زینب رها یافت. قریب بود که میمردم. خدا را شکر. اکا این کاری کرده اتم خیانت است. چرا زینب را با بلا گرفتار کردید؟ دیگر علاج نداشتم. یک خطای کردم. شما خیلی هستید. شما جنی خودتان را به بلا پرداختید. زینب دختر یگانه من است. اگر من میبودم این کار را به اوی شنوا میدیدم. چی گویم اکا؟ صد تایپی شما. خیر بس است حمید. من اکام نشوم. اگر اکام نمیبوده چیکار کردنم را میدونید. خیر چیکار میکردی؟ میزدی؟ اکای حمید شما چیکار تایپی میکنید؟ شما دیوانه شده. با برادران این کار نمیزه. ینگا این شوهری شما به زینب دو انداخته است. و تشکیلات فروخته است. خاک بر سرمون رافه.
این چی کاری کردهتون بود؟ همش را برای آشه کردم. اکا شما خائنید. من شما برای این دیگر اکا ندارم. فهمیده؟ راستش شما چی کار کرده؟ زینب خونول جان من نیست هست. گویا من راضی باشم که به سری او بلای آید، اما چی علاج؟ همش را به خاطر آیشه کردم. زود شفا می‌یابد. خدا شفا دهد زینب. خطر جدی رو اثر گذرانده. تشکر دیلا. آن شخص کی بود آهیر؟ برای چی شما رو کشتن میخواست؟ این یک خصومت پیشین است، مهم نیست. مادامی که قصد جانتان را دارد شاید اون چیزی مهم باشد. در این موضوع گپ زدن نمیخواهم. مانده شدم. من با جای خوبم میروم. مایلش آقای طاهر. خدا شفا دهد زینب. تو اون شخص رو میشناسی دیلو؟ روزی فاتحه شما به اینجا اومده بود. گفت که از شهر اومده است و دوست آقای طاهر است. برای آقای طاهر رو دیدن به طاقتی میکرد. بعد او رو کشتن خواسته است. مردم دیه اومده او رو خلاص کردند. من از این واقعه ها بیخبر بودم. آن شخص کی باشد دیلو؟ کی بودنش رو نمیدونم زینب. معلم نیست که چه؟ نه کم تغییرات شد. این روزنامه نگار چرا اومده است؟ قلنگ رو زیر کرده دختر رو کشته نتوانیست. نتوانستم آخیر. با سینان واخوردن میخواهد. سینان نیست، رفت. با کجا رفت؟ خبر اومد او رو به مرکز جر زدند. با من بیا. با سینان چیکار داشتن؟ نمیدونم اما اگر برنگردم قماندان که چه است گفت. این دعوت نشانه خوبه ندارد. چرا سینان رو به مرکز جر زده باشد؟ سینون خوب شد که در وقتش آمدیم. برای چی جر زدن رباط؟ نمیدونم. نرو سینون. که ما تو در همین جا انتظار شما سردار. رباط از کی باز در این جاها برق پیدا شده است؟ در این جایها همه چیز هست سینون. بله. سردارم سینون اومد. خب بیا سینون. گذر سینون. با امر شما سینون حاضر شد. کنشین سینون. نه در اونجا نه، در نزدم نشین. هرچی فرمایید سردارم. برای چی جیغ زدنمون رو میدونی سینون؟ عملیات مسجد برار نگرفت. به این من گناهکارم. بله شنیدیم. عملیات به برار شد. ما کوشش میکنیم که بچون این روزها مانع شویم. میخواهیم که مردم عادت نکنند، زیرا کسی پیغمبر را دوست دارد ما را دوست نمیدارد. فهمیدی؟ نشین. نو است. این سلاحی مخصوص است. اول من پرانم گفتم سینان. سردارم
سلاح خوب است سینان؟ بله. اگر با چیزهایی که به تو دخل ندارن بینی خلانی، این سلاح برای تو هم صدا بلند میکند سینان، و کاری که با خوزه کرد زیادترش را با تو میکند. من چی کار کردم سردارم؟ سردارم بیروز قماندان برای برآمدن، کمی دیرتر میرسن. تیاری را خیلی خوب بینید، دخترها را هم آماده کنید، به بیروز قماندان خیلی پسند است. اطاعت سردارم. اگر مسئله بهروز قماندان رو در یگان جای کشایی یا به گوشم در آن خصوص یگان چیز رسد، دان که عمرت به آخر رسیده است سینان. اکنون رو. اطاعت سردارم. اپای خدیجه؟ آقای دکتر در همین جایند. الحال نیستن اپای خدیجه. باید او رو ببینم. من با شما کمک کرده میتوانم. مرحمت نشینید. اصلا من مادرم رو میکوبم. خونه رو دیدم نیستند. اپای خدیجه، خاله زلال رو سربازان بردن. دیلو تو چی ها میگویی؟ برای چی رو بردن؟ برای به تشکیلات همراه شدنشون. این بلاهایی به سرمون اومده رو اینا مادر جانا. همه این رو برای نجات دادن برفین کرده بودن. من گفته بودم سرتون رو با بلا گرفتار میکنید، آخر به من گوش نکردن. حاضر در کجای دیدو؟ شاید در حبسخانه موقتی باشن. آخر تو قرار سو در آنجا نگاه میدارن. برای شما خوراک آوردم اپای زلال. خدا راضی باشه دخترم. اون شخصی که میپرسند کیست اپای زلال؟ از افتش او برایتون خیلی عزیز است. برای همین را پرسیدن آوردی؟ نه اپا، برای نه. شما خوراکتون رو خوردن شرف گیرید. مدیت تقدیم اگر میکند. من رو هم جزا میدهند. تو چی کار میکنی؟ چی کار میکنی؟ اپا چندم برو سردیه، دختر گناهی ندارم. احمد، چرا گپ رو نمیفهمی؟ چرا گپ رو نمیفهمی؟ با من جواد نمیخواد جزایش رو میگیرد. میفهمی؟ جزایش رو میگیرد. من به تو فهما احمد فهمیدی میگویم به تو. زودتر سوال، من پسر رو میبینم، احوالی او وضعیتر است. تو از حالی دختر با خبر شد. زودتر زود باشه. اگر یکون مشکلی شد زود خبر کنید. زود باشه. زودتر. چرا او رو خودم ندیدم؟ چرا با او باور کردم؟ از برای من. آقای دکتر، به او بگویم زلال مادری تو نیست هست. من اپاید میشوم. به کس موندم بگویم مرا صاحبی کن، مرا محافظت کن بگویم. آقای دکتر. اپای خدیجه، با دکتر یگان کار دارید؟ بله، در درون است اما درون نمیکشوید. احوال اون کس خوب نیست. نه خود. اگر خواهید به نزد دلو روید، او به شما کمک میکند. بله. خدا شفا دهد. بمو رو باره. دکتر، احوال دختر بد شد. خیلی وزن است. چی شد سوعد؟ آخر احوالش سبکتر بود.
نمیدونم. حالا هم در حجره جراحی است؟ بله. کنی رفتیم ببینیم. بیاید رفتیم. وای خدا جون، من اکنون چیکار کنم؟ من کجا روم؟ لازم نبود. از برای من باز خودت را به بلا میمانی. قربانتون شوم اپای زلال. شما خواطر نشوید، همه در باغند. خدا از تو راضی باشد دخترم. معلوم می شود که در اینجا آدمانی خوب هم بودند. مرا ببخشید که مسیر نمک شده است. این خیلی نگوی دخترم. دستت درد رو نبیند. خیلی بالا زد. افسوس که آب نیست. همین که افتم میورم. دل شده. یک چیز را پرسم. این سلیمان همون آدمی در عکس بوده؟ او با تشکیلات چی علاقه دارد؟ نمیدونم اپا. ای با شما کی می شود؟ ای را از کجا می شناسید؟ او خوجین من است. شوهرم است. اما چند سال می شود که او را از دست دادم. از روی دوای خونین هلاک شد. بلبلم و سرایید. نصرتی رو با شوهرش بوده است. شوهرش بوده است؟ چی گفتند؟ هیچ چیز. چه هم میگفتند؟ آنها کیف صفا میکنند. یک به حال ما نگرو، بعد به حال آنها. همه شرایطشان مهیا، به مکانشان نگری. گمان میکنی که مهمان سرای است. حتی قوی برق هم دارند. خوراکیون و شاکیشان به حساب. شرف مدیا تقدیم میکند. با کانال شرف مدیا ابونه شوید و از نوارهای نو خبر شوید. آنها باشند در راحتند. این چه کار است؟ اینقدر آدم را در این شرایط داشتن آسان است؟ دعوا میگویند و خودشان مثل شاه زندگی میکنند. اگر این بچه آنها را ببینند در این جایها میستند مگر که جاسوسانی در بینمان بوده را نیست و نابود کردی، اما در نتیجه چی شد؟ دیدی آخر همه در فکر خودش است. در این مسئله گم نزن که چه. آن کار درست بود. همه باید سزایش را گیرد. اگر لازم آید آنها هم. روزنامه‌نگار شما را دیدن میخواهد. مایلت مجده رفته او را بیار. دردش را فهمیم. که چه این گپ ها در بین هر دویمان ماند. با کسی نگویی. در جایی استاده امان مردم و پا نخیزد. راست میگویی. این شرمندگی رو باید کسی ندونه. حتی یک نفر رو هم در اینجا داشته نمیتوانی. راهگرد باز این روزنامه‌نگار رو در سرمان کردی. گفتم که بدامی رافع افتاده. اول دختر بعد پدری معلمه از پیشمان برآمد. اگر اون نمی بود حالم بد میشد. با اون طرف به نزدیک سینان. بیا روزنامه‌نگار بیا. شین کیچه رو خلاص کردی همین طور؟ تشکر. شین کیچه رو خلاص کردی همین طور؟ بله همین طور سینان. اگر باز کلنگ را زیر کرده دختر رو میکشتی؟ کلنگ را زیر کردن آسان نبوده است. این دختری ابله باز رها یافت. من یک پیشنهاد دارم. من در روزنامه کار میکنم. خواهی به واسطه آن تو رو مشهور میکنم. نخواد. به عوضش چی میخواهی؟ برای من دختر رو میکشی. راضی هستی؟ ای ابلهی بفهم. من آن دختر رو به این هم میکشم، اما به خاطر تو نه. کنی زود از اینجا رو. زود باش. کله ورم. تو دختر رو کشته نمیتوانی سینون.
سردارانمان امر کردن که به دکتر دست نرسانیم. من این کار رو حل میکنم. چطور حل میکنی؟ این دفعه نقشه پخته دارم. زود آماده شوید، بعدی هم میرویم. این دفعه کار حل میشود. روزنامه‌نگاری احمق هم با ما میرود. تو نگویی هم ما از بیرون همش را فهمیدیم. یعنی نصرت روباه شوهری توست، همین تام؟ نامی او نصرت روباه نیست، سلیمان است شوهری من. شوهر در روی خط خائنان تشکیلات است. او حالا در کجا پنهان شده است؟ تو چی ها میگویی؟ سلیمان چند سال پیش مرده است، همه ای دیگه شاهیدند. رئیس خبر آورده بود. خسته نباشید خانم زیلار. بخیر است رئیس؟ بخیر نیست خانم زیلار. سلیمان. به سلیمان چی شده است؟ سلیمان را از دست دادیم خانم زیلار. رئیس شما چه ها میگویی؟ از شعبه پلیس خبر دادم. رئیس خبرش را آورد. شوهرت مرد گفت. پلیس او را برد گفت. جسدش را با چشمانت دیدی؟ ندیدم. پلیس جسدش را برده است. جسدش را به ما آوردند. من خیلی کافتم و همه جا رفتم، جسدش را نیافتم. نمیابی، فهمیدی؟ چون که شوهرت نمرده است، گریخته است. این چه می شود؟ شما چی ها میگویید؟ سلیمان مرد. مگر آدمانی دولتی دروغ میگویند؟ ای زن، با ما بازی نکن. ما را کودک فکر کردی. شوهرت از سرحد گذشته به خارج گریخت. آنجا چند سال برای تشکیلات خدمت کرد. گویا تو نمیدونسته باشی. اینقدر این زن فریبگر بوده است. اینها دروغند. شما دروغ میگویید. بعد به تشکیلات خیانت کرده همه را فروخت. جاسوسی کرد، سردارمان را دستگیر کردند. بعد از بین غیب زد. همه ای گپ‌هایتان دروغ است. سلیمان مرده است. بس است. بازی را بس کن. با شوهرت همکاری میکنی. او در کجاست گپ زن؟ من از کجا دانم؟ تو ندانی کی میداند؟ شوهرت در کجاست گپ زن؟ من همینش را میدانم که سلیمان مرده است. این زن خیلی پرطاقت بوده است. ما چی کسانی را به گپ ندر آورده ایم. کنی زود عمل کنید. کنی دستت را ده. شرف مدیا تقدیم میکند. چیکار میکنه؟ حاضر میبینی. من هیچ چیز را نمیدونم. جایی سلیمان را نمیدونم. نکنه. میدونی. معلوم می شود که امکان برای آزاد کردن آیشه دیگر چاره نداشتند. این آدم تو را فروخته است زینب. پدر جان، صد شکر که من خوبم و هم با من هیچ چیز نشده. اگر میشد چی؟ این خیل برادر، این خیل امک برای من در کار نیست. نه، برای من در این خانه ایستادن حرام است. از اینجا میروم. شما چی ها میگوید اکی حامد؟ قربانتون شوم، این طور نکنید. یک بیعقلی کردن. اویلمون رو پریشان نکنید. ینگه بعدی چون این کاری این آدم من در این خانه و در ماندن نمیتوانم. اکی حامد رافع پیر شده است، چیکار کردنش رو نمیداند. میدانید او ایشه را بسیار دوست میدارد. پدر است آخر. نکنید قربانتون شوم. خیر چی شده است؟ کنی آشتی کنید برادران. نباید در بین برادران کی نباشد و هم هفته نکاح است. بعد چند روز توی زینت می شود. در بین مردم شرمنده می شویم. کنی آشتی کنید. خیزید. ینگم راست میگویند. بیایید آشتی کنید. خیزید پدر جان، خیزید. آشتی کنید. زودتر.
دخترم دستت چکر شد؟ خوب است پدر، خواطر نشوید. طاهر گفت که بزود شفا می‌یابد. خودش چی حال دارد؟ نمیدونم پدر، حالش خوب نمینماید. دخترم این آدم کسی که نباشد به جان دکتر دویم مراتب قصد میکند. دکترها تنها ماندن لازم نیست. پدر، اون آدم با سلاحداران گریخت. میترسم که باز برمیگردد پدر. اینجا به ده خیلی نزدیک است. دام رو همینجا میمانیم. روزنامه نگار فرما. کچه همینجا انتظار میشود. معلوم میشود که در سر نقشه اولیه داری سیمون. اگر یکان خطاگی نشود این دفعه دکتر میمورد کچه. انتظار میشویم. اپای خدیجه، شما اینجا چیکار میکنید؟ بابا ابراهیم رو انتظارم دیلو. بهوده انتظارید اپای خدیجه. بابا هم نیستن، از سفر برنگشتن. چند روز میشود که از اون کس خبری نیست. تو چی ها میگویی دیلو؟ در این سن سال به کجا میروند؟ شاید به مشت در یگان جای مونده باشند. نمیدونم اپای خدیجه. امروز به گفت گفته انتظاریم. یگان واقعی روی نداده باشد گفته میترسم. زیق نشو خواهرم، انشالله میویند. به کجا میروند؟ شاید بیمار شدند و در یگان دیه ماندند. یک روز میویند. هیچ نباشد خبر میفرستند. زیق نشو مایلش. انشالله همین طور است اپای خدیجه. مادامی که بابا نیستند من میروم. شما برای چی بابام رو میگفتید اپای خدیجه؟ کشتن. عزیز رو کشتن. همدردی هم رو قبول کنید. تشکر. این غم نمیرسید که باز خوش دامنم میخواد مرا به دادن شوهرم خونه دار کنه. چی کار کردنم رو نمیدونم. کسی ندارم که منو صاحبی کنه. مادرم هم نیستن. مجبور شدم به نزد بابا بیارم. شما در خانه خالای زلال انتظار شوید. خالای زلال بعد از یک چند روز میویند گفتن. اما انیق نیست اپای خدیجه. اما که عزیز دوستون امروز به همونجا آمده بود. اگر مرا دستگیر کند از دستش رها یافته نمیتونم. من میترسم دیلو. نترسید اپا، در خانه ما میستید. بیایید رفتیم. دیلو، در حقیقت مادرم بعد یک چند روز برمیگردند. انشالله برمیگردند اپای خدیجه. انشالله میویند. انشالله. باز نو هم گوشت دیگر داری. همش را یکتا میشکنی. تا نگویی از ما خلاص نمیشوی. کنی گپ زن. اون شوهری خائن در کجاست؟ نمیدونم. قسم میخورم که نمیدونم. این شب تا سحر راست میستی. اگر باز عقلت به جایش ندراید با شکستن انگشتانت را دوام میدهیم. التماس نکنید من را سردیه. نمیدونم. سلیمان مرده است. التماس نکنید. مادر جان، بیایید خوراک تیار است. برفین برو.
بخیر است مادر جان. گویا ما رو تا حال ندیده باشید. ها راست گویا ما رو ندیده اید مادر جان. راست میگویی. چرا سلیمان شما نمرده اید. سلیمان شما نمرده اید. سلیمان خیلی کنی بیدار شو و خود بیا. بیدار شو. به چی ها میگوید؟ بیدار شو گفتم. دیگه جای سلیمان را میگویم. جای سلیمان را میگفتم. چی؟ کنی گپ زن؟ آب. نه آب نیست. یک خانه است در نصیبر. در آنجا خدیجه برفینم پسرم براب. در آنجا با فرزندانم خرسندیم خوشبختیم. سلیمان به همانجا می آید. خب آن خانه در کجاست؟ سلیمان به کجا می آید؟ نمیدونم. نمیدونی؟ کنی گپ زن. این زن با من بازی میکند؟ گپ زن. کنی گپ زن. تو میگویم گپ زن. ابلا گپ زن. کنی گپ زن. گپ زن گفتم. گپ زن. دادستان می آید. حجره ها را دیده ایستاده است. چی؟ کنی برو کشوید. زودتر خرده ها را فرارید. زودتر رو آماده شوید. برفی برات در کجایید؟ میمیرم پسرم. مرا میکشم. رهایم کن. مجده حالا دکتر نزدیک شده ایستاد از فهما. نگاه کن. آماده شو مجده. و سری راه آمد. کنی قلم را زیر کن. آفرین. آفرین مجده. خب کنی روزنامه نگار. ما آماده ایم. نوبت به تو. دکتر را بیارو. کار تمام شود. دکتر را به اینجا چطور میاره روزنامه نگار؟ کارش را میداند که چه. نقشه را کشیدیم. آن طرفش کار روزنامه نگار است. ما سانکک از دکتر خلاص می شود. همین طرف نه روزنامه نگار. البته انتظار شد. آن طرفش کاری من است. کنی رو. ما در همینجا انتظار می شویم. کنی زودتر. خوب نشان گرفتی مجده. من میپرانم. لیکن بینیم دکتر می آمده باشد یا نه؟ می آید. البته می آید. دکتری ما دکتری حقیقی است. همیشه به کمک تیار است. دستانش بند هم باشد می آید. آقای دکتر. آقای دکتر. آقای دکتر. خوش آمدید آقای خدیجه. وای آقای دکتر به شما یک چیز مهمی رو گفتن میخواهم. شوهری مرا آدمانی تشکیلات کشتند. همدردیم رو قبول کنید. تشکر. خوشتامنم میخواهد مرا با برادری شوهرم خانه‌دار کند. من باشم به نزد مادرم گریختم. آخر خالای زیلان نیستند. آن کس رو بردند. بله میدونم. او را به حبس خانه بردند. مادرم اکنون نیستم. کسی ندارم. مادرم شما رو خیلی دوست می‌داشتند. التماس مرا تنها نگذارید. آقای خدیجه از واقعه‌های به سرتون آمده خیلی غمگینم، اما حق ندارم که شما رو پشتیبانی کنم. این جای‌ها رو خوب می‌دونید. میتوانید.
آخر شما برادری طاهر برایتان خوراک آوردم. خوش آمدید پای خدیجه. فهمیدم که شوهرتون رو از دست دادید، هم دردیم رو قبول کنید. تشکر، خدا راضی باشد. اپای خدیجه با من چیزی گفتن میخواستید؟ من بعد میگویم آقای دکتر. مایلش. بیچاره در این سن و سال بیوه ماند. حالا با کمک مادرش احتیاجی زیادی دارد بیچاره. کمی دیگر ده. اومده ایستادند. اگر کسی مرا فروشد رحم نمی کنم، دانسته باشید. در زیر این کت بمب است. اگر صدا براری بمب را در همینجا میترکانم و هممون میمیریم. خودت را بخواباند. مرحمت آقای دوستان. السلام علیکم خانم ها. سلام آقای دوستان. با شما چی شد؟ افتیدم آقای دوستان. این زن گپ نمیزند. این تر باشد کشید. کنی پرسیم یکم کس شکایت دارد؟ از شما میپرسند، جواب دهید. یک بار دیگر میپرسم، یکم کس شکایت دارد خانم ها؟ این زخمهایتان از کجاست؟ افتیدم آقا. به انگشتتان چی شده است؟ نشنیدید خانم، جواب دهید. این زن خیلی عصبی است آقای دادستان. دستش رو به دیوار زده یردار کرده است. او را زودتر به نقطه طبی برید. اطاعت آقای دادستان. آقای خدا دادستان. مددگارتان خانم ها. تشکر. آقای دادستان. لبای خانم. مرا شکنجه میدهند. تشکیلات به من ظلم میکند آقای دادستان. ظلم میکند؟ این زن چی میگوید؟ کی این زن را عذاب میدهد؟ همچون متصدی زیدی تشکیلات میدونم که نفرانی در اینجا بوده علاقهشان را از تشکیلات کندن. محترم دوستان، این زن برای از محبس رها یافتن انگشتش را شکست. او دیوانه است. گناهش چیست؟ حالا سود نشده است آقا. بعد از 2 روز مرافعه می شود. اگر به این زن یگان چیز شود همه اتان را جوابگر میکنم. دانسته باشید. مرا فهمیدید؟ همه اتان جواب میدهید. جناب سبا نوار را انتظارند. دستگاه نوار برداری هم ویران شد. آن را تعمیر کرده میارند. جناب وعده خالی را دوست نمیدارند. دانسته باش نوار را انتظارند. خودم به سرم بلا آوردم. سلجوق؟ بله. فکرت در کجاست دوستم؟ من رو نشناختی؟ جیک؟ بله منم. دوستم. دیر باز تو را ندیدم. من هم در یک مکتب خوندیم، در یک محله کلان شدیم، هم کسبیم اما هیچ گونه نخوردیم. بله راست. بیا در اینجا جای چای نوشی هست، کمی صحبت میکنیم. من باید یک کس رو بیا خیر. بیا خیر. مایلش. کن گرزم دوستم، با چی کارو مشغولی؟ هیچ فکر نمیکردم که با تو در این کوه وام میخوریم. در اینجا چی کار میکنی؟ نوشی جان. تشکر. تو اینجا چی کار میکنی؟ برای نوار صحنه‌چه طلبه ها اومدم اما دیر کردم. تا خیره می نماید دوستان. خواهرم رو از دست دادیم. همدردی هم رو قبول کن. شنیدم اما به جنازه رفتن نتوانستم. کاری ما همه خیلی است. کنی گرزن کارهای چی خیلم؟ من به هر کاری دست زنم آن کار به برون می انجامد. به اینجا اومدم با جناب سبا گفتن شخص شناس شدم. یک وظیفه داد به نوار گرفتم اما دستگاه ویران شد.
دوستم باید یک برنامه خوبی میکردم. با او چی جواب میدیم نمیدونم. او باشد یک بلای عظیم است. با تشکیلات همکاری میکند. باید ثبت نوی کرده به جناب سپارم. برای این از مرکز دستگاه نوربرداری نو درخواست نمودم. با تو چی گپه شده است؟ تو در اینجا چی کار میکنی؟ دکتری که سبب مرگ خواهرم شد در همین ده از جنگ نخواد. چرا با من اینطور مینگری؟ اگر دستگاه نواربرداری به تو ضرور باشد من از اون خودم رو میدهم. و باز یک خبر جالب، تشکیلات یک کس رو میکشد، تو باشی اون رو به نوار میگیری. نخواد. این لوحه خوبی میشود. اما هرچی گویم میکنی. میکنم. قربانی تشکیلات کیست؟ دکتر دیها. طاهر، خوراک تیار است. چای هم دم کردم. تشکر زینب، اما اشتها ندارم. میدونم حالا هم در فکر روزنامه نگار هستید. او کیست و برای چی شما رو کشتن میخواهد طاهر؟ در این موضوع گپ زدن نمیخواهم زینب. من هم شما رو مجبور کردن نمیخواهم، اما شما رو در این حال دیدن مرا ناراحت میکند. او کیست و چرا شما رو کشتن میخواهد؟ چیزی چرا رو در خانه رئیس ماندم. انا دستگاه نواربرداری. چی کار کردن رو میدانی؟ خاطر نشو. دکتر رو با اون دارم میبرم. اما اول با اونجا رفته خودت رو به سینان شناس کن. با او گویی که من تو را فرستاندم. کار خوب میشود. ما با او شناسیم. خیر، برای کار. روزنامه نگار؟ لبا رئیس. بیا کنی در صحبت کنیم. صحبت میکنیم رئیس. درو. تشکر. خیر، مادامی که گفتن نمیخواهید من میروم. نامیان روزنامه نگار سلجوق است. خواهرش در یک صدمه نقلیاتی اردار شد. حالتش را سبک پنداشته او را به یاردمچیم سپردم. متاسفانه او مرد. با گناهی من مرد. سلجوق باشد دشمنی من شد. اما شما نفران زیادی را نجات دادید. آخر شما هم انسانید، خطا کردنتان ممکن است. انسانم، اما برای دختر از همه بد سبب مرگ نفر شدن است و این خطا مرا عذاب میدهد زینب. برای مرگ خواهر سلجوق هیچگاه خودم را نمیبخشم. زیق نشوید. شما با این کس نفران زیادی را از مرگ نجات دادید و نجات خواهید داد. سببی به این ده آمدنم نیز همین است. در اون روزهای دشوار آزم و من زنگ زد بیا کمی خودت رو آرام میکنی بود، لیکن او میخواست از من استفاده کرده خودش رو پاک سازد. واقعا ها رو خودت میدونی. همش گذشت طاهر، همش پسی سر شد. این طور زیق نشستن به شما نمیزیبد. کنی خیزید، خوراک تیار است، خوراکتون رو خورید. مایلش خیزید. مرحمت. انا بین با ما چای هم آوردن. گیر من باید میرفتم رئیس. نه یک چای می نوشیم. بین قزبان چقدر چای خوب تیار کرده است. نوش کنی قزبان تو با درون درو. ما با آقای روزنامه نگار صحبت میکنیم. نه پدر، من شما رو ناراحت نمیکنم. شما با راحت باشید. باز ما تو رو ناراحت نکنیم میگویم. کنی با درون درو زودتر. آخر دختر است. دوستم روزنامه نگار، من به تو گفته بودم که از عهده کشتن دکتر برآمدن نمیتوانی. انا دیدی؟ راست گفته بودم. گوش کن، این کار راه حل دیگری دارد. چرا بود است؟
تو روزنامه‌نگار نیستی مگر؟ یک دو خبری بعد تیار کن. حکومت انقره شنود او را از دیها پیش میکند. هم تو انتخابات را میگیری و هم ما از او خلاص میشویم. این کار این طرح حل نمیشود رئیس. طاهر میمیرد. تمام. دقیقه های بر شمارش ماندند. تو همین خیلی گمان میکنی و پدر چی میخواهی؟ و تو نگفته بودم با خلل نرسان. آقای روزنامه‌نگار رو با تلفن جیغ میزنند. حاضر گپ زدن نمیخواهم. اما پدرم زنگ میزنند. خیلی مهم میگویند. کنی یک رفته بین؟ خیر میلش. الو پدر؟ سلجوق تو دکتر رو نپروندی همیطور نه؟ حالا زنده است اما میمیرد. داخلی نکن پسرم به دکتر دست نرسان. به مرگ خواهرت او گناهکار نیست. گناهکار نیست؟ او گناهی ندارد. به دکتر بیچاره دام گذاشتن. فرزندانم شما را خیلی پزمان شدم. یادتون کردم. آن اکنون میکشم. تو چیکار میکنی ابله؟ تو چیکار میکنی؟ تشکیلات فرمانی مرگش را برآورد. این خیلی نمیشود ابله. دادستان را نشنیدی؟ اگر در اینجا میرد تشکیلات را گناهکار میکنند. چی اینجا ایستاده اید؟ کنی از پس این کار داشت شوید. اگر ما نکشیم او را کی میکشد؟ دیگران. من یک نقشه دارم. این آدم روزنامه‌نگار است تو، اما هیچ نمیفهمم چطور در دست سلاح گرفته قصد جانی نفری را میکنه. سلجوق اصلا انسان خوب بود. بعد از مرگ خواهرش عصبهایش خراب شدند. یک مدت طبابت هم گرفت. حالا هم او را انسانی خوب میگوید طاهر. او شاید با سلاداران همکاری دارد و باز برگردد. طاهر میگریزیم. تو هر چه شود شده. طاهر بیعقلی نکنید. رفتیم و سلاح دارد. طاهر رفتیم. نیست تو مرا گوش کن. طاهر یک التماس. ایستا طاهر. التماس مرا گوش کن. با این طرف. برای میدونم که در همین جایید. برایت گفتم با شما. طاهر با تو یک چیز مهم رو گفتم میخواهم. چی شد؟ با فکرم افتید. بیا رفتیم. طاهر رفتیم. او رو در این احوال پرتافته نمیدونم. شما چیکار کردنی؟ باید با او کمک کنیم. با نقطه تی ببریم. شاید ماینش رو سیب دیده باشد. آخه طاهر هرچی نباشد من باید با او کمک کنم. زینب این وظیفه من است. راست میگوید. میبرزوریم. با این نگار گویا که فیلم بنابر نگرفته باشد. ابله کنی زود دکتر را بیار. طاقتم آنطاق شد. خوب شده است. کنی زود باش. چه شد با من؟ چه شد؟ از بوم افتیده. طاهر آرام شو. جراحت برداشته. حتی در این احوال به شما هجوم میکند. یک داروی آرام کننده بیارید. بگذار خوابت. آقای دکتر زود باشد. آقای دکتر چی گپ شد؟ خواهرم تولد میکند. دردش گرفته است. زود باشد آقای دکتر. میلش دلو تو رو. من زخمی بیمار رو بسته حاضر می آیم. میلش آقای طاهر.
تو هم بیا زینب، با من کمک میکنی. مایش دیلو زودتر باشید. چی گپ شد دیلو؟ زن تولد کرده ایستاده صفحه خدیجه، با اونجا میرویم. شما همینجا انتظار شوید. مایلش انتظار میشم. بیایید. رفتیم زودتر. وای چی شده پای خدیجه؟ من یک چیز گفتن میخواستم اما حاضر به فکرم وقتی مناسب نیست. گوید من شما رو گوش میکنم پای خدیجه. من آقای دکتر یاری ده. چی شده است؟ یکی از روزنامه‌نگاران رفتیده، احوالش خیلی وزنین، باید زودتر بیایید. حالا در کجاست؟ در دره پسی ده. دره؟ دره اسپانه میگویند چی میگویند؟ مایلش حاضر میگویم. زود شتاب کنید. مایلش حاضر میگویم. شما در نزد بیماری استید پای خدیجه. مایلش خواطر نشوید. باز هم گفته نتوانستم. تو پسری زیلال هستی گفته نتوانستم. بیدار شوید اپای زیلال. بیدار شوید. نترسید اپای زیلال. منم دل شده. خیزید خوراکتون رو خورید. خوراک؟ به من خوراک و آب نمیدهند. میدهند. کنی خیزید. خیزید نترس. کنی بسری دسترخوان شین. شینی گیر خور. تو جای شوهرت رو به ما نگفتی، اما ما او رو یافتیم. سلیمان رو یافتید؟ سربازان سلیمان را دستگیر کردند. او همین جاست، در حبسخانه، جای مردها. او رو دیدن میخواهی؟ آقای دکتر با نزدی بیماری رفتند. حاضر می آیند. با کجا رفت؟ به فکرم یک روزنامه‌نگار رفتیده است. به دره اسپینه بردند. او باید با اونجا نرود. برادر شما چیکار میکنید؟ زخم برداشتید. نخیزید حاضر دکتر می آید. دام گذاشتن. سلاحداران او رو در دره اسپینه انتظارن. او رو میکشن. چی؟ دایی رو میکشن. وای گفتم حاضر می آید. انا سعید هم آمد. مجده گچه جایهایتون رو گیرید. خوب شده است. اینش از کجا برآمد؟ آقای دکتر مجده تیار شو.
نروید، در آنجا دام است، آنجا دام گذاشتند. شما رو میکشند ایسته. شما چی ها میگوید آقای خدیجه؟ در آنجا دام گذاشتند. هنی مشتاق زودتر به این طرف. زودتر رفتیم پنهان شوید. رفتیم زودتر. سرطان رو نبردارید. پنهان شوید، سرطان رو نبردارید. بدویم آقای خدیجه، زودتر. پنهان شوید، سرطان رو نبردارید. آقای خدیجه میگریزیم. دوید زودتر. های دختر سینان، فرمان جنابی سبا رو فراموش نکن. زود باشه، زود باشه، زود باشه دفعه خدیجه، زود باشه. برفین برفین رفته دفعه خدیجه، زودتر. زودتر. همه زندان همین خیلی باشه. چیکار باشه؟ دخترچه مرا آورده بودن، من دخترچه هم رو دیدم. دختر زیبایی شده است دخترچه. اولش چون خوب است. من هم درباره شوهرتان فکر میکنی؟ بله، او رو فکر میکنم. من یک روحی به طرف مردها گذاشتن رو میدونم. قربانت شوم، تو چی ها میگویی؟ از تریزه پس نقطه تیبی روحی هست، به شما نشون میدیم. من خبر میفرستم، شوهرتان شما رو در بیرون انتظار میشود. راست میگویی؟ البته راست. شما حاضر رفته به این پاسبان گویید شما رو به نقطه تیبی برد. زخم دارید. همین که در حجره تنها مونده گریزید. در آخر راه رو پنجره است، اون رو یک طرف کرده به طرف شوهرتون گذارید. کنی به نزدیک سلیمانتون روید، باز با همون راه بر میکردید. میگوید شوهرم رو دیدن میخواستم. من یک دوگانه داشتم، داریم همین خیل میکرد. نترسید. خدا از تو راضی باشد دخترم. این طرح باشد من زود به نقطه تیبی میروم. خیزید روید، به نزدیک شوهرتون روید. مسئله حل شد. به قوه برق پیوست بودن پنجره رو نمیدوندن؟ نه، نمیدونم. خوب، خیلی خوب. همین تر دستانمون رو به خون آلوده ناکرده از این زن خلاص میشویم. ای خدا، این چی بلا بود که به سرمون آمد؟ قریب بود خواهرم ما رو میکشت. آروم شوید آقای خدیجه، اگر او شما رو میشناخت ما رو میپروند. بدو رو ماینه سرش رو ایدورا میکنند. خدایا خودت به ما کمک کن. مادرم، خواهرم و من هممون پریشان شدیم. صد شکر که شما خوبید. از کجا فهمیدید که با من دام گذاشتند آقای خدیجه؟ آن بیمار گفت. سلجوق گفت؟ تشکر آقای خدیجه، تشکر. من در آنجا. وای، برای بردنی من آمدم. آرام شوید، نمیبرند. بگریزی ها خدیجه. داره دورو. ایستید. شما چی کار میکنید؟ ایستید. هر یک طرفی. ایستید. الان نرسو. جانبید من آمدم. شو. نجوم بجره. های کن. های کن.
آقای دکتر چی شد آقای دکتر؟ خوب است طاهر؟ خوبم. اگر اپای خطیجه کمی پیشتر خبر نمیداد حالا در اینجا نمی بودم. دکتر حالت خوب است؟ خوبم. بله. خدای شکر. خوب است آقای دکتر. خدا شکر. روزنامه‌نگار به شما خیلی گفتنی‌های مهمی دارد. رفتیم. میدونی طاهر، دکتر سعاد از تو پنهانی به خواهرم داروی دیگر رو داده است. او این کار را مخصوص کرده است. خواهرم از همین سبب مرد. یعنی تو یگان گناه نداری طاهر. دونسته چی طرف داروی دیگر رو میداده است؟ تو این رو از کجا میدونی؟ از همون روز پدرم از پای همین کار بودند. در آخر حقیقت را پیدا کردند. همش گذشت. مرا ببخش. تو را ناحق گناهکار کردم. اگر توانی ببخش. مادامی که کار به خوبی انجام یافت به ما رو تنها میگذاریم. رفتیم و بیرون میرویم. خدا شفا دهد. تشکر خواهرم. تو کمی استراحت کن. مالش. بخیر است پدر؟ چی شد؟ بخیر است. البته بخیر است. داماد من چی گفتنی بودم؟ همه کار رو با ثبوت رسانده. درباره کدام کار میگوید پدر؟ پدرت درباره تویتون میگوید زینب. آفرین دلا، آفرین دخترم. اکنون وقتی آن رسیده است که کار را موافق عادتمون عملی کنید. پگاه انشالله تویتون را میگذارونیم. چی میگوید؟ سینان تو مگر به سردار رسید ببرایی؟ جناب سبا من تو خودت را که میسابی. من و تو مثل سنچه های زیر پا هستیم. رحم نمیکنن، شکستم میپرتاین. یک خطای کردم جناب سبا، واهمه نکنید. سببش باشد خیانتی رافع است. دکتر قریب بود که مرا میکشت. اگر همین خیر رفتن گیرد پیش از دکتر من تو را میکشم. خواستم جزایشان را اگر رافع فریب داده باشد جزایش قطعی است. بعد هجوم میکنه معلم را برداشته میاره. تمام. این روزنامه‌نگار کجا شد؟ در پسی در انتظار است. روزنامه‌نگار کنیون ثبت. جناب دستگاه هم ویران شد. لیکن سلاحی من ویران نیست. فهمیدی؟ ایستد جناب مرا سدید. ببینید یک دستگاهی نیافتم. با من یک امکانات دیگر دهید. یک لوحه میسازم که تشکیلات را در چشم همه واهمانان تاثیر میکنم. سنان برای او یگان حادثه تشکیل کن. گیر این را گیر. آقای خلیل کلین تو رو آوردم. خدایا اما کی درسون از برای خدا مرا سرده قربان دل شما. این چه کاری کرده بود خدیجه؟ مرا در بین مردم شرمنده کردن میخواهی؟ شوهرم مرد گفته از این خانه برآمده میروی. پدر شوهرم به من هم پدر است. شما را احترام میکنم. فرهاد برادر شوهرم است. به من هم برادر میشود. چی طور مرا با او خاندار میکنید پدر؟ از زنی فرهاد شده نمیتوانم. بس تو مگر از ما بهتر میدانی؟ هرچی که من گویم همان میشود. او رو برده در تخانه محکم کنید. برید رفتیم پدر. التجا میکنم رحم او اخلاص بسرش نوید در اونجا مونید. پدر رحم کنید. فرهاد با درون درو. گوش کن فرهاد، باید زودتر به خدیجه خانه دار شوی. اما پدر خدیجه ینگه می شود. خب شو چه خیلی ینگه؟ من چیزهایی در سرت بوده رو میدونم. تو در فکری دختری حمزه هستی همین طوره؟
آن دختر را از یادت برار. آن نادیده ها قلینی زیاد میخواهند. آنقدر پول را من از کجا میابم؟ پدر گم نزن احمق، نمد رو گیر. بس کن فرهاد، یکون احمقی نکن وگرنه تو رو میکشم. زلیخا، آن زن احمق به این خانه پایش را نماند. دخترش را هم به اینجا نارد. فهمیدی زلیخا؟ مایلش خوب شده است، فهمیدم. داد نزنید، خودتان را خسته نکنید. این چی رز است؟ خدایا این چی رز است که به سرم آمد؟ چرا من اینقدر بدبختم؟ خدایا خودت کمک کن. ببخشید. زودتر کنی زودتر. انا یک چراغ، انا دو چراغ، انا سه چراغ، چراغ، انا 14 چراغ. این چراغ ها رو از کجا یافتی؟ برقچه آورده بود برای سنجیدن. انا اکنون سنجیده میبینیم. سنجیدنگی این طرف بیار. کنی زود باشه. سلام علیکم رئیس. سلام علیکم. برو به این طرف مونه. السلام علیکم اماکی حمید. و علیکم السلام. از رجب یکون خبر هست؟ او در راه اومده ایستاده است. خیلی دیر کرد. میدونم برای چی دیر کرد. خاطر نشد. حاضر میآید. کنیخ راگرد هلنده هور. ما را در تو انتظارند. راهگرد، چرا خودت را به قفا میکشی؟ گفتم راهگرد دم او را باندید. کنی او را به طرف روزنامه نگار گردانه. چیزی خوبی را یافتم. سختر باندید. به نوارگیر روزنامه نگار. این دفعه خوبتر به نوارگیر. کنی از آنجا دور شوید. آماده ای؟ آمادم. این دفعه نباید خطا کنی. خواطر نشوید. تمام رفتیم. 1 2 3. انا چنانه که دیدید کسی که به تشکیلات خیانت کند سزایش همین می شود. خیلی راه گردید. رفتیم. این کار به آخر رسید. رفتیم. آیسته اما که امید بخیر است داماد؟ با اونجا نگرید. یا خدای توبه، این فلشیگه رجب در کجا باشد؟ نمیدونم پسرم، نامد است آخر. چی گپ است آقای حمید؟ چی میشد؟ خرش تنها آمده است. رجب نمی نماید. شاید رو رفته کوبه. حاجتی خواطر شدن و واهمه کردن نیست آقای دکتر. باز شاید در یگان جای خوابش برده است. دفعه گذشته هم گم شده بود. چند روز او را نیافتیم. ناخواست خودش آمد. در راه خوابش برده است. هنی بینیم چی من میدارم. به این هم مال در همین جاست. لباسم چه خیلی است دیلا؟ خیلی زیبا زینب. آخر به این هم از این بهترش را ندارم. با تو خیلی زیبی ده زینب. تشکر با تو دیلا. از تو خیلی منت دارم. اگر تو نمی بودی این روز نصیبی منو طاهر نمی شد. در پیش روزهای خوشبختیتان زیادن انشالله.
به راه برآمدم اما نمیدونم این راه مرا تا کجا میبرد. انشالله همش خوب می شود زینب. دلا به من وعده ده اگر با من یگان واقعه را دهد همیشه در بری طاهر می شوی. وعده ده دلا. هر چی گویم مبارک شود. جناب سبا شما چی ها میگویید؟ معلم با دکتر خانه‌دار میشوند. من هم مبارک شود گفته ایستادم رئیس. من نصیب باشد با تویشان میروم، نروم عیب میشود. همین طور نه؟ مایلش انتظار میشویم. البته میروم، آن تو رو میبینم. دخترم بیا تو رو ببوسم. دستی عمکت رو ببوس. از این طرف گذر دخترم. هی هی مبارک باشد. تشکر قزبان، خوش آمدید. آقای دکتر زود باشید، دیر کردیم. همه ما را انتظار است. به خدا همه. تو را حضور من میآیم. بچه‌ش اما دیر نکنید. مالش التماس دیر نکنید. چی خیلی زبیده است؟ خیلی زبیده است آقای طاهر. چرا تو در بازمگاه نیستی؟ جهاز توی را باید به عروس دهید، اون را آوردم. من باید اون رو به زینب دهم؟ نه، از نام شما من میدهم. چی کار کردنم رو نمیدونم دیلو. آخر کسی ندارم. در ده اکنون اصلا شخص نزدیکم تویی. همیشه همینطور در نزدم باش. مایلش هرچی که شما خواهید. بیا رفتیم دیلو. شما روید، من اینها رو جمع کردم میآیم. حاضر وقت اینها نیست. زود میآیم، خواطر نشوید. مایلش دیر نکن. بختتان سفید باشد. تشکر. او جناب سبا خوش آمدید، نور و صفا آوردید. خوش آمدید، خوش آمدید. خوش باشد رئیس. کنی به این طرف گذارید. مرحمت. صفا آوردید جناب سبا. مبارک شود آقای حامد. خدا راضی باشد. خوش آمدید. خوش باشد. خوش آمده جناب سبا. خوش باشد. ما رو در حیرت گذاشتید. نور چشم دههی آبی کلان دخترمان توی داشته است و من نمی آمدم. خیلی خرسند شدم. خدا بختتان را دهد خانم معلمم. خوش آمدید جناب سبا. آها جناب مرحمت گذارید. راست نیست. گذارید. کنی گذارید. مرحمت. باز رو دوام دهید. کنی موسیقی باز رو دوام دهید. چه موسیقی تویی؟ نبینی زینب، من اصلا میخواستم که خلای زیلار نیز در توی من باشم.
یگان خواهش دیگری ندارد خالای زیلال؟ نه دخترم، خدا راضی باشد. میآیم سلیمان، این فراق جانم را بر لب آورده است. مبارک شود، مبارک شود. شاد شکر که این روزها بوده ینگر. آقای دکتر مبارک شود. مبارک شود دخترم، مبارک شود. در پناه خدا باشه. داماد مبارک شود. مبارک. تشکرم حکم. مبارک شود. مبارک شود آقای دکتر. Девять. Ударит, ударит. Девять ударит. میخوام که با بیا رفت بکنیم، بیا رفت بکنیم. زاد آخیر علی بچه بازی سر شد، زودتر بیایید. خدمت با هم تو را انتظار بودم، با خدمت پهلوی همه. راه گرده در چهار راه گرده پیادگان ها زودتر باشه. از همه خودستایی این روزها را دیدم. برای تبریکات آمدیم دکتر. از ده هدف شو. عروس رو گرفته بعد میرویم دکتر. گریه دورا Stop!
فواد، صدقتوا هلأ انه كل كلامي كان صحيح وانه اخطر شي بهالبلد هو التعصب والدين؟ صار الوقت انه ندخل البلد بمرحلة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي. بس نحن ما فينا نعتمد على التنظيم بشكل اساسي، لانه التنظيم وضعه كتير مكركب بهالفترة والخيانة فيه عم بتزيد يوم بعد يوم. ليش هيك عم بيصير؟ معلم، كل هذا اللي عم بيصير لأنه عناصر التنظيم عم تشوف حياتنا الراقية اللي عايشينها، وعم يشوفوا شلون أولادنا مبسوطين ومرفهين وكلهم معهم سيارات، والمصروف الكبير اللي عم يصرفوه كل يوم، أما هنن عايشين بالفقر، وحتى الأكل أحيانا ما عم يقدروا يلاقوه. ومشان هيك التنظيم ما عاد وثق بعناصره، وعم بيقولوا إنه نحن عم نستغلهم لنقوي مكانتنا. اسمعوا على هالحكي، طالما هيك بتعدم كم واحد من الجبل بتهمة الخيانة، وهيك بصيروا كلهم بيخافوا منا وبيعملوا اللي بدنا اياه، مفهوم؟ وهلأ لازم ناخد قرار من مجلس الإدارة لنستغل هالتوتر وما نضيع أي فرصة بالمرة. وهيك يا أما مننتهي ومننهار، يا أما منرجع منظبط وضعنا كلياتنا ومنقوى أكتر ومنسيطر على كل شيء. وقبل ما نفكر بأي شيء هلأ لازم نبلش بعملية كبيرة، ولازم نضمن نجاح العملية 100%. طيب مين بده يتعاون معنا بتنفيذ هالعملية؟ لا تنسوا انه السياسيين اللي عم يتقربوا من الشعب هن عم بيخربطوا لنا كل شغلنا، ولازم بأي طريقة نتخلص منهم. معناتها لازم نوصل هالشي للأحزاب السياسية الصغيرة ونخليهم يوقفوا ضدهم. طيب معلم، يا ترى الوطنيين والقوميين واليساريين وكل طوائف الشعب من أكراد وأتراك إسلام ومسيحيين كلهم هدول رح يكونوا ضمن هدفنا؟ ايه طبعا، مشان نقوى اكتر لازم نسيطر على كل شيء ونتحكم بكل الشعب، واوعكم تترددوا بهالشي. واذا اضطريتوا ما في مشكلة اذا قمتوا بحركات بحجة الخطورة على العلمانية، والمتدينين لازم يكونوا بلب الموضوع، ولازم هالعملية تكون موجهة ضد الأصوليين وتحاولوا تحرضوا عليهم المتدينين الراديكاليين. من طرف تاني لازم نحرك المسألة الطائفية، ولازم يكون هذا الشيء موجه باتجاه الناس اللي بالشرق والجنوب الشرقي، ولازم نكسرهم ونقسى عليهم بالمعاملة حتى بالأخير يرضخولنا ويصيروا مثلنا يناصروا الإرهاب. والمفروض أنه الوطنيين والقوميين ينزلوا على الشارع بحجة أنه الماسونية عم يزداد نفوذها، يعني لازم الكل يتحرك. وبدي اياك انت تستفيد من كل هذا اللي عم يصير وتنشره بالإعلام وتوصله لكل العالم منشان تقدر تأثر على الشعب. يا معلم، بس أنا من البداية كنت عم قلكن الشعب هلأ صار واعي وما بقى ينضحك عليه وما بيصير نستخف فيه. الشعب صار متفتح وما عاد مثل الأول، وكل الأخبار اللي عم ننزلها ما عاد عم يصدقها. وكمان الطريق للاتحاد الأوروبي قرب يتسكر نهائي، ونحن لازم نركز على هاي النقطة بشكل أساسي حتى نوصل لمرحلة نضمن فيها أنه السلطة رح تبقى لحالها. وطبعا المفروض بهالمرحلة أنه أهم شيء باستراتيجيتنا يكون انتهاك السلطة وتحريضها لتوقع بالمشاكل والتأثير عليها لنخليها ما تعرف تتصرف. يعني لازم نخليها تغلط بأي طريقة، ومثل ما قلت لكم كل هذا اللي عم بيصير عم بيخلينا ننجح. وبعد مرحلة التوتر السياسي لازم نسيطر على الاقتصاد كمان، ونوجه تركيزنا على الشركات الكبيرة اللي بالبلد ونحاول نأثر عليها. ولازم نضمن تهريب رؤوس الأموال ونخلي السوق ينقلب فوقاني تحتاني، وبهالوقت البورصة رح تنهار والشعب رح يفقر ويصير يتمرد على الحكومة. وطبعا يا جماعة مثل ما عملنا بالسنوات الماضية لازم نعمل حركة اضطراب بالجامعات، ولازم نعطي سلاح بإيدنا اليمين لليمينيين وبإيدنا اليسار لليساريين، ومنخليهم يتقاتلوا ويموتوا بعضهم البعض. ومفروض بهالوقت نحول الجامعات والمدارس لمراكز إرهاب. وصدقني يا معلم الشباب عم يغلطوا كتير وعم يكشفوا حالهم بسهولة. أنا لهلأ ما عم بفهم شلون هيك أغلاط عم تتكرر معكن، يعني كأنه هالأماكن غريبة عليكم وما بتعرفوها. فيكن تقولوا كم مرة بتروحوا على هاي الأماكن باليوم؟ انتوا بتعرفوا انه وقفنا أكثر من عملية لتنفيذ اختيار رئيس الوزراء وشخصيات أعلى منه كمان؟ ولا تنسوا انه أصعب شيء سرية هالعمليات. نحن بدنا الكل يعرف انه هدفنا هو تحرير هذا الشعب للحد اللي نحن بنحط له اياه، والديمقراطية لازم نفهمها للشعب بشكل نخليه يخدم فيها مصلحتنا وبس. وحتى السياسيين والشعب رح يتحركوا بساحة نحن بنحدد له المساحة.